فاطیمه، زهرا، خدیجه و فردوس، چهار طفلی که رسای یک سال پیش در یک روز و از یک مادر به دنیا آمدند، اولین تلاش‌های خود را برای به پا خیستن می‌کنند. گلشن و کامل، والدان چهارگانی که کم سابقه کاری خوب و منبع درآمد معینی ندارند، ولی از آن شکر می‌کنند که فرزندانشان با تن صحت یک ساله شدند. گلشن مجنونوایی 26 ساله، مادر چهارگانی که حالا تمام خصلت‌های چهار طفلش را آموخته است، با شوق با ما درباره هر حرکت و رفتار آنها قصه می‌کند. فردوس، خدیجه آرام طبیعتند. فاطیمه و زهرا شوخ طبیعتند. او دوتا دیگه هم مثال علی چهار تا هم نشیده بودن، ما هم خیلی می‌فهمیدیم ده این آدم‌ها که سه‌گانگی و دوگانگی مانند میشوند به هم دیگری. با مثال ایش کسل شوه، ایش رفتارشون ایشوش ما باور نمیکردم تا روزه. خب مایده بودن ممکن اهمیت نمیدادیم. احوازی که کلان شدیم، مثال نه فاطیمه اگر گاه روزه که ایش کسل باشه میگم که جداشون میکنیم در دیگه خونه. اما کدومش که کسل باشه گریه کنه او گودک ساعت شم. اینا فاطیمه زهرا اگر فاطیمه گریه کنه زهرا در دیگه خونه باشه و هم گریه میکنه. یا خدیجه و فردوس اوش که گریه کنه ایش هم گریه میکنه. اگر این سوزم که باشه و ایش کسل باشه یا خیلی ارگانیسمشون. این چهار طفل دستروی روز 30 ینور سال 2015 در پایتخت به دنیا آمدند. بعد آگاهی از این حادثه کم نظیر روز 5 فوریه یک هیئت حکومتی از نام پرزیدنت کشور به تبریک این خانواده رفتند و در پی به آنها یک منزل 3 حجرگی در مرکز شهر تقدیم شد. کودکان با خواهش والدان از سوی پرزیدنت فاطیمه، زهرا، خدیجه و فردوس نام گذاشته شدند. در این یک سال چهارگانیک با شیر و اریبچه، دارو و دواهای رایگان تأمین بودند. برای کمک در نگاه و بین آنها به گلشن مجنون و یک دایه ویژه هم جدا شده بود. با رسیدن به سن یک، اکنون فاطیمه و زهرا و خدیجه و فردوس از پرستار خود جدا و از برخی دیگر امتیازها هم محروم می شوند. پرستار جورای نازگل بود تا همی سیما خاک در مدت یک سال همون مرا دستگیری کرد. تا این روزا عذابم کشیدیم، روزای خرسندی را دیدیم، ذکرم هر دومون بدیم. خاکی نایسیم و کارش بوچید رفت، قینتر اخدم تا قدر. برای شیرشان مورا همین طول یک سال و شیری دوشنبه یاردم میکرد. اریبچه‌های نینی اینجا با کلان و تا که شما اگر وای باشه گفتگی تا که در کار دامی گودکو یاردم میکنن. ای ماه با ای ماه میتونن. تولد چهارگانیک در تاجیکستان کم سابقه است و غالبا در تجربه حیات چنین کودکان بعدی به دنیا آمدن یا تا تولد حفظ نمی شود. برای نخستین بار سال گذشته این خوشبختی نصیب گلشن 26 ساله شد که توانست همه چهار طفلش را زنده و سالم به آغوش بگیرد. حالا یگانه خواهش والدان جوان چهارگانیک که هر دو هم معلومات عالی و شغل برای پیشبرد زندگی ندارند، دریافت جای کار است تا 5 فرزند خود باباجان 5 ساله فاطیمه و زهرا، فردوس و خدیجه را در شرایط خوب به وی رسانند.